و از این لحظه رقابت جذاب کامران قاسمپور و ابراگیم کادیف آغاز میشه. ببینیم توی این رقابت چه نتیجه‌ای رخ میده. احسان امینی کنار دوشک هست، پژمان درستکارم همینطور. رقابت قاسمپور و کادیف از نظر جدولی هم برای ما مهمه، چرا که با روس‌ها رقابت خواهیم داشت در روز پایانی و جدول رده‌بندی مدال‌ها. کامران تو سالایی که قهرمان جهان شد یه بار تو فینال موفق شده بود که اوربانوف رو شکست بده، اونجا 8-4 پیروز شد. زمانی هم که قهرمان امیدهای جهان شد اونجا هم کشتیگیر روس رو شکست داده بود. زاهد والنسیا هم موفق میشه حریف لتونیایی خودش رو شکست بده، میره تو مرحله نیمه نهایی، منتظر برنده این کشتی میمونه. چقدر قرعش آبکی بود زاهد والنسیا. یه تشکر ویژه از بچه‌های پخش که تصاویر تمام کشتی‌های مهم رو برای شما از صبح به نمایش گذاشتن. امیدواریم که بچه‌های ما موفق بشن امروز 3 تا نیمه نهایی و 3 تا فینال رو برای ما رقم بزنن. می‌خواست از بغل زیر بگیره کامران که اجازه رو بهش نمیده کادیف. خیلی کشتیگیر خوش تکنیکیه این کادیف. طبیعتاً کامران هم آشنا هست با مدل کشتی کادیف. کامرانی که با سعداللهف تو جهانی 2024 اوزان غیر المپیکی کشتی گرفت و اونجا توی یه غافلگیری شکست خورد. درخواست اخطار 30 ثانیه میشه برای کادیف. تو این 30 ثانیه امتیاز نگیره، یک امتیاز به کامران قاسمپور میدن. قوس میکنه یه لحظه. کامران خودش هم دستاش خوب کار میکنه، میخواد از بغل زیر بگیره. دست راست رو گرو گرفته کامران قاسمپور، میخواد دستای کادیف رو از کار بندازه. یواش یواش داریم به 1 دقیقه پایانی 3 دقیقه اول میرسیم. یه لحظه نشون داد برای زیرگیری. امتیاز اول به کامران قاسمپور داده خواهد شد. تو 30 ثانیه نتونست امتیازی به دست بیاره کادیف. یه جورایی مدل جوون شده سعداللهف، کلی فن و بند بلده این کادیف. اینو هم تو جوانان جهان هم تو 2 تا کشتی اول نشون داد. یه لحظه رفت برای زیرگیری کامران، 2-3 باری نشون داده برای زیرگیری، اما هنوز نتونسته به پا برسه. قوس میکنه قاسمپور. شاید حساب باز کرده رو خستگی کادیف. 20 ثانیه تا پایان وقت اول زمان باقی مونده. کادیف تو تمام کشتیاش امتیاز از دست داده، ولی کامران هنوز امتیازی به رقبای خودش نداده. واقعا جای حسن یزدانی و دیوید تیلور خالیه توی این وزن. بعد از سال 2017 یه قهرمان جدید خواهد داشت وزن 86 کیلوگرم، جایی که غرق کرده بودن حسن یزدانی و دیوید تیلور. اما امسال شاید از دل کادیف، کامران قاسمپور و والنسیا یه قهرمان بیرون بیاد. اونورم که خوش به حال دولت بیکوف و دیگر کشتیگیرا سمتشون خیلی راحت بود. اگه یکی از این کشتیگیرا اونور جدول میافتاد خیلی راحت میتونست به فینال راه پیدا کنه. اتفاق خاصی رخ نداد تو 3 دقیقه اول. ایشیگورو ژاپنی هم یادمون نره. ایشیگورو هم امروز کشتی خوبی تو 86 ازش دیدیم. وزن سختیه کلا 86 کیلوگرم تو قاره آسیا. بریم سراغ 3 دقیقه دوم، ببینیم کامران قاسمپور چه برنامه‌ای داره برای ابراگیم کادیف. نشست برای زیرگیری. با خیمه سنگین کادیف روبرو میشه کامران قاسمپور. اشاره میکنه به داور که سر و گردن رو خطا گرفته. داور سود زد و کشتی متوقف میشه. کادیف زیر رو گرفت از کامران قاسمپور. تو برگشت ببینیم میتونه خاک کنه یا نه. کامران مقاومت خوبی میتونه داشته باشه. یه لحظه میره که رو کنه، به هم پیچیدن اونجا. فعلا امتیازی نداره. یه لحظه از دوشک خارج میشه و خاک میکنه کامران قاسمپور رو. 2 امتیاز رو گرفت ابراگیم کادیف. خیلی کشتیگیر فنیه. اینجا تو برگشت زیر
کامران رو گرفت و موفق شد که خاک کنه کامران قاسمپور رو. تو پادومی هم که با هم کشتی گرفتن کادیف بود که جلو افتاده بود، انگشتا رو گرفتن. داور سوت میزنه و اونجا متوقف میکنه کشتی و به هر دو کشتیگیرم تذکر میده. 2 دقیقه و 11 ثانیه تا پایان این کشتی حساس و نفسگیر زمان باقی مونده. کامران قاسمپور باید زیرگیری‌های خودش رو به نمایش بذاره، میتونه از کادیف امتیاز بگیره. کادیف بسیار فنی، دوباره اومد برای زیرگیری. یه زیر دخم از کادیف به دنبال اجرای فیتو. دخم کامران رو گرفت و اونجا از بالا یه لحظه به پل زد. 2 امتیاز رو به 4 امتیاز به کادیف دادن، 2 امتیاز به کامران. 4-1 شد، امتیازی ندادن به کامران. 4-3 چرا؟ الان 2 امتیاز کامران رو دادن، 4-3 و 1 امتیاز دیگه هم میدن. 5-3 میشه کشتی. خیلی کشتی سختیه برای کامران قاسمپور. دخم رو گرفت. اینجوری زیر گرفتن از کامران کار هر کشتیگیری نیست. 4 امتیازی دادن به کادیف. 7-3. بله چالش رو ما بردیم، کامل امتیازها رو دارن تغییر میدن. 2 امتیاز دادن به کادیف، فقط 2 امتیاز رو بهش دادن. 2 امتیاز کامران هنوز ثبت نشده. 4-1 رو میتونه برگردونه. کامران باید حملات خودش رو آغاز کنه، دیگه چیزی برای از دست دادن نداره. یه بار نشون داد میاد برای زیرگیری کادیف. تو برگشت کامران میتونه به پشتش بره. خیمه زده رو کادیف کامران قاسمپور. تو برگشت فقط 60 ثانیه تا پایان این کشتی زمان باقی مونده. قوس میکنه کادیف رو. هنوز از اون زیرگیری‌های خودش انجام نداده کامران. حیف واقعا بخواد این کشتی رو ببازه. 50 ثانیه تا پایان کشتی. چقدر خوب داره دفاع میکنه. کامران میره به پشت کادیف یا نه؟ زیر رو ازش گرفت، میتونه خاک کنه. 2 امتیاز برای کامران قاسمپور. یه بار انداز میزنه. 5-4. چه بازگشتی. یکی دیگه برای کامران قاسمپور میتونه به ثبت برسه. چه کشتی گرفت کامران قاسمپور. هنوز 27 ثانیه زمان باقی مونده. 5-4 جلو میافته. یه زیر تماشایی از کادیف گرفت. باید حواسشو جمع کنه. 20 ثانیه تا پایان کشتی زمان داریم. فاصله میگیره از کادیف. 15 ثانیه میاد برای زیرگیری. یه خیمه از کامران قاسمپور. 10 ثانیه دوباره کادیف میاد. الان کادیف برای اجرای فن. کامران حواس جمع میچرخه وسط دوشک. یه بار دیگه خیمه کامران تموم میشه. تموم میکنه کار کادیفو. کادیفه که باشه. کامران قاسمپور دلاورانه میبره ابراگیم کادیف رو. منفجر میکنه زاگرب رو این پهلوون. کشتیگیری که زیرگیری داشته باشه هیچ موقع باخت نمیده. چقدر با تجربه کشتی گرفت. چقدر درخشان بود کامران قاسمپور.